دیگه فکر کنم به اندازه کافی خرابش کردیم دیگه. بذار یه ذره حالا بیشتر. عالیه. خب برای اینکه بخوایم این خرابکاری رو درست بکنیم، اول باید به این قسمتی که مرطوب هستش زمان بدیم تا خشک بشه. برای سرعت بیشتر پنکه. بعد از اینکه خشک شد یه مقدار پودر فیکس روی این قسمت میزنیم که مطمئن بشیم دیگه هیچ رطوبتی نداره. یه مقدار میسلار واتر و اکتیویتور رو روی براشم اسپری میکنم، اضافه رطوبت رو میگیرم، شروع میکنم با احتیاط تمیز کردن. باقی مونده رطوبت رو با انگشتم میگیرم که مناطق هارش نداشته باشیم به اصطلاح. یه مقدار کانسیلر با طرحرنگ نخودی و طرحرنگ هلویی رو انتخاب میکنم، با هم ترکیب میکنم. شروع میکنم به کاور کردن این منطقه‌ای که آسیب دیدیم. با میکروبلندر بلند میکنیم. پودر فیکس از پنکیکی که برای صورتش استفاده کردم دوباره میزنم. یه مقدار رژگونه رو تمدید میکنم. سایه زیر چشمی که کار کردین رو کار میکنین دوباره.